ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن شهر بختار با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده شب 20 دکامبر سال 2023 تقریبا ساعت 00:40 دقیقه از کوچه دوستی خلقو دوچرخه تمغه اسکوتر مرد 45 ساله ساکن نویه واسه را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانده شده 3500 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 35 ساله ساکن شهر دوشنبه که به فروش مواد پیروتکنیکی مشغول بود دستگیر کرده شد. هنگام کوفتکوف شخصی از نامبرده 30 قوطی مواد پیروتکنیکی دریافت و گرفته شد. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. در تاجیکستان از سال 2008 واردات، خرید و فروش و استحصال و پند نمودن مواد پیروتکنیکی یا خلپوشکا منع کرده شده. در کدش جنایتی جمهوری ماده مخصوصی 199 علاوه شده است. این بند قانون همچون جزا برای وارد و نگهداری و فروش خلپوشکا از جریمه به اندازه از 100 تا 500 نشان دهنده برای صبحها و حکم زندان به مهلت از 1 تا 2 سال را پیش بینی میکند. هر سال در عرفه سال نو میلادی به ویژه در ماه دکامبر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان درباره بازداشت 10 نفر با اتهام غیر قانونی وارد کردن و به فروش گذاشتن مواد پیروتکنیکی و خلپوشکا خبر میدهند.